خبرهای اقتصادی امروز 13 دکبر در پیام تیوی. مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال آینده 123 میلیارد و 300 میلیون سومانی حدودی 12 میلیارد و 400 میلیون دلار خواهد بود. رشد واقعی اقتصادی در سال 2023 7.8% پیش بینی شده است. طبق نتیجه های 3 ماهه سوم سال روان، مجموع محصولات داخلی جمهوری به مبلغ بیش از 79 میلیارد و 300 میلیون سومانی حدودی بیش از 7 میلیارد و 700 میلیون دلار تشکیل شده است. بنا به معلومات وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور، حجم مجموع محصولات داخلی نسبت به همین دوره سال گذشته 7.8% افزایش یافته است. در ساختار مجموع محصولات داخلی جمهوری در این دوره محصولات کشاورزی 25.5%، محصولات صناعتی 17.7%، گردش سودای چکنه 15%، خدمات رسانی های دیگر 17.4% برتری داشتند. طبق آمار، حجم تولیدی محصولات کشاورزی در 9 ماه سال جاری با افزایش 7.8% 33 میلیارد و 563 میلیون و 600 هزار سومانی حدودی 3 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است. این نشان دهنده در صناعت نسبت به سال گذشته 18% افزوده بیش از 30 میلیارد سومانی را تشکیل داد. در ماه‌های ینور سپتامبر سال 2022 درآمد اپراتوران علاقه تاجیکستان 2 میلیارد و 644 میلیون سومانی حدودی 260 میلیون دلار را تشکیل داده است. طور خدمات علاقه جمهوری خبر می‌دهد این نشان دهنده 14.4% یا خود 332 میلیون و 400 هزار سومانی برابر 32 میلیون و 600 هزار دلار زیادتر نسبت به همین دوره سال 2021 در افاده نامینالی میباشد. از جمله درآمد اپراتور ملی علاقه تاجیک تلکام، کارخانه واحد دولتی پشته تاجیک و واحدهای ساختارهای خدمات علاقه در ظرف 9 ماه سال جاری 4.6% افزوده 146 میلیون سومانی را تشکیل دادند. اپراتوران خصوصی که 94.5% بازار علاقه کشور به آنها راست می آید، در ماه‌های ینور سپتامبر سال جاری 2 میلیارد و 172 میلیون سومانی پول کار کردند که 15% زیادتر نسبت به همین دوره سال 2021 می باشد. شمار کاربران اینترنت تا 1 اکتبر سال 2022 حدود 3 میلیون و 600 هزار نفر و مشتریان علاقه موبیلی بیش از 6 میلیون و 400 هزار نفر را تشکیل داد که 5.5 میلیون نفرشان مشتریان فعال می باشند. در همین حال در رده‌بندی نوشته سپید تست گلوبال ایندکس از روی سرعت اینترنت وسیع خطی ثبت شده بین 180 کشور جهان تاجیکستان در زینه 116 قرار دارد. از روی سرعت اینترنت موبیلی باشد، تاجیکستان میان 141 کشور از آخر در زینه 4 قرار دارد. پایین تر از تاجیکستان تنها ونزوئلا، افغانستان، کوبا و گائیتی جایگیر شده اند. تجارت تاجیکستان با اتحادیه اروپا در 10 ماه سال جاری 14.1% افزایش یافته است. زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با خانم ایوا سیناویتس، رئیس هیئت رسمی اتحادیه اروپا، مشاور مدیر کل کمیسیون تجاری اتحادیه اروپا دیدار گفتگو کرد. در جریان این ملاقات همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اتحادیه اروپا آمادگی خود را در مورد حمایت از طرح‌های اقتصادی و اجتماعی برای تحقق اهداف توسعه تاجیکستان اعلام کرد. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سومانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 13 دکبر اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 15 سومانی و 90 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 120 سومانی و 69 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1078 سومانی و 77 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک های لندن 1782 دلار و 87 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در برج های لندن 78 دلار و 8 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در برج های نیویورک 73 دلار و 12 سنت معامله شد.